در ماده 4 کنستیتوسیون جمهوری ازبکستان آمده است. جمهوری ازبکستان احترام زبان، عرف و عادت و عنعنه‌های همه ملت‌های را که در حدود آن زندگی می‌کند تأمین می‌نمایند و برای رواج آنها شرایط فراهم می‌آورد. موافق این در قطار دیگر ملت‌ها زبان و ادبیات، صنعت و فرهنگ خلق تاجیک در کشور ما حفظ و قدردانی کرده می‌شود. در ریسپوبلیک ازبکستان در برابر ساحه‌های دیگر با تعلیم و تربیت جوانان هم اعتبار علاهیده داده می شود. با تشبث حکومت جمهوری با مقصد دستگیری همه‌جانبه ملت‌های ساکنان آن، فراهم آوردن محیط همدلی در ساحه تعلیم عمومی تعلیم با 7 زبان به راه مانده شده است. فرزندان خلق تاجیک نیز از این امکانیت‌ها استفاده برده با زبان مادری خود تعلیم و تربیه می گیرند. این زمان در مقیاس جمهوری در 247 تا مکتب تعلیم عمومی تعلیم با زبان تاجیکی به راه مانده شده است که در آن زیاده از 398 نفر معلمان زبان و ادبیات تاجیک به شاگردان اسرار دانش می آموزند. من از خوردی کسب آموزگار را دوست می‌داشتم که اولی ما همشون آموزگار هستند. برای همین من کسب آموزگار را انتخاب نمودم. تیار نمودن کادرهایی که برای وطن ما هست در تمام دوره حیات پداگوگیم من سه خطوط را همراه کرده ایستادم. در درس‌های من تکنولوژی نوی زمانی استفاده برده ایستادم. مثلا کامپیوتر استفاده من از اسلوب‌های اینترفعال درس‌ها همین خیلی می‌گذاریم که با اسلوب نوعنعنوی گذرانده ایستادیم درس‌های ما. در مکتب ما همین شرایط‌هایی که در زمان حاضر موجود است وجود دارد. مثلا این خانه کامپیوتر وجود دارد، زال سپورتی وجود دارد، با همه اون چیزهایی که برای تعلیم تربیت نوروز است جهاز داده شده. مکتب ما مکتب بین المللی به حساب می رود. در این مکتب ما هم به زبان تاجیکی هم به زبان ازبکی درس میگویند. اعتبار وی در بین ناحیه ما خیلی کلان است. کادرهایی که در مکتب ما تحصیل کردند در همین ساحه‌های جمعیت کار کرده ایستادند. آموزگار پرتجربه 40 سال باز در مکتب تعلیم همگانی رقم 10 ناحیه سیخون‌آباد با 415 نفر طالب علمان سبق می آموزد. شاگردان استاد در یک قطار آزمون و المپیادهای فنی اشتراک نموده صاحب جایهای فخری گردیدند. از فن‌های نغز می‌بینستگیم زبان و ادبیات تاجیکی میباشد. من آن فن را خیلی نغز میبینم. آموزگارم این فن را نغز میفهمونند و درس‌هایشان نغز میگذرد. اسمی استادم هوس کرده. من هم در آینده معلم زبان و ادبیات شدن را میخواهم. و قریبی من در آزمون ولایت جای یکم را گرفتم. بین ولایت‌ها اشتراک نموده جای یکم را گرفتم. اکنون باشد در ماهای مای در آزمون ریسپوبلیک اشتراک نموده. حالا باشد من در همان آزمون اشتراک کردم. تیارگی‌های بسیار دیدم. من در وقت خالیگم در کتابخانه می‌دارم. اثرهای سینا، رودکی، جلال‌الدین رومی را مطالعه می‌کنم. اثرهای آن را خوانده از خود می‌کنم. در وقت‌های اونها چه علم و ترقیات بودگی، علم فن چه رواج نمیش کردگی، اثرهای همونای خوانده از خود کار میگیرم. امروزها فرزندان تاجیک در برابر دانش آموزی دیگر ملت‌ها در صنف‌های برگشاد و دارای شرایط‌های زمانوی با اسلوب‌های اینترفعال تعلیم و تربیه می‌گیرند. معلمه فن تاریخ و حقوق مکتب تعلیم همگانی رقم 19 ناحیه گلنازه عربایeva درس کشاد خود را بخشیده به حیات و راه تعیین نموده شخصیت بزرگ امیر تیمور بخشیده شده بود گذرانید.
در تمام مکتب هایی که خوانش به زبان تاجیکی برده شده ایستاده است، حالا درسایی که شد گذرانده شده ایستاده است. از جمله در مکتب ما هم در درس بچه ها رو با طرز سوال جواب، مستحکم کردن درس، از اینترفعال اصولاش، عقلی هجوم اصولاش استفاده بردیم. ما بچه ها رو درسی ما به وطن پروری، وطن رو دوست داشتن، میهن پرستی، نکوکاری، عدالت، مهربان و غمخور شدن، به تمام فضیلت های نغزشون رو از خود کردن رو آموزاندیم. یکی از کامیابی‌های چشمرس دانش آموزانی که در مکتب‌های تاجیکی کشور تحصیل می‌کنند در آن است که آنها با 2 زبان، 2 ادبیات و 2 سنت خبردار می‌گردند و این جهت و تفکر آن اهمیت اولین درجه دارند، زیرا آنها آثار تاجیکی عبدالرحمن جامی و هم آثار ازبکی میرعلی شیر نوایی هم زبان دولتی را خوب یاد می‌گیرند که در آن رول کتاب و کتابخوانی نیز خیلی هم کلان است. از طرف همزبان ما توی مراد شریپov با کتابخانه این مکتب تعلیم همگانی رقم 34 ناحیه نیز ادبیات‌های بدیعی سپاریده شد. کتاب دوستی بی‌غرض انسان می باشد. از کتاب هر خیل آذوقه های گرفتن ممکن. وقتی که دل آدم تنگ شودن به کتاب مراجعت کردگی وقتش به از کتاب یاری بسیار را میگیرد. ما را به همین درجه رساندگی چیز هم این البته کتاب می باشد. اساسی مکتب ما زبان مکتب تاجیکی به حساب می رود. در مکتب با 2 زبان هم خوانش برده می شود، با زبان هم تاجیکی که زبان مادری ما می باشد، هم زبان ازبکی و درس ها برده می شود. در کتاب‌های درسی موسیقی امکان داده شده است که خلق‌های دیگر از جمله تاجیکان در حدود 30% سرود و آهنگ‌های ملی خود را داخل نموده، عرف و عادت و سنت ملی خود را رواج دهند. با همین لحاظ درس‌های بیرون از صنفی نیز در هوای گشاد گذرانیده شده دقت ما را به خود جلب نمود. دسته رقصی سینتاب نیز دلکش بود. ما در همین دوام سال برای آموختن سرودها، برای رقص و لباسهای زیبا دوزانده و بسیار جاها ملی جاها به اشتراک کردیم و در همینجا بسیارتر جاهای اولین را گرفته ما در سرودها، یعنی رقصهای ملی، نه بلکه ملی خود بلکه در دیگر دولت‌های سرودها شده آنها را ما در همین سرودها رقصها اجرا می‌نماییم و ما در همین دوام 1 سال خود ما رقصهای ملی و خوارزمچه، انجز پولکا و در بالای ازبکستان وطنم حقده شعرهای سرودناک را می‌بازیم. ما این چنین در همه سرودهای تاجیکی به مثلا همه قرسک و ازبکستان وطن من هست و بسیارتر دیگر شعرهای ملی سرودها به رقص اجرا کردگی می‌باشیم. تا حالا در این معرفتگاه 504 نفر طالب علمان از 52 نفر آموزگاران سبق می‌گیرند. روز تا روز صف اختراعکاران جوان می‌افزاید. درس‌های تربیوی جسمانی ورزش نیز خیلی خوب برآمده شده است. خیلی که به همه ما معلوم است پرزیدنت ریسپوبلیکی ما 5 تا عامل را برای گذاشتن را توصیه داده. از همین 5 تا توصیه دادی رهبری دولت ما 4 به واسطه به ساحه تعلیم وابستگی بسیاری دارد. از این جمله یکم ساحه موسیقی و تصویری صنعت، دویم ساحه رواج جانیدن بازی‌های سپورتی،
خب سیومش خیلی که حاضر زمان اینواتسی می باشد، تستکاری می باشد، با کامپیوترها، با اخباراتنامه کار کردن بچه ها. درس های بیرون از صنف تشکیل کرده شود و من همین بازی های گوناگون سپورتی، مشق های بازی های منطقی برای اون که همان طلبه ها فکر کنی هاشون بسیار شود و بازی های ورزشی. بلکه من همین خیلی طلبه ها هستند که میخواهند فوتبال رو بازی کنند لیکن نمیتوانند، امکانیتی جسمانی اونها این نمیبردارند. همون طلبه ها من خواهند با همین یاری کامپیوتر من هم فوتبال بازی کنند یا دیگر بازی های سپورتی را بازند گفته شاید کرد. چهارمین تشبوسی پرزیدنت ما من همین چیز شد که من از این نهایت خرسندم به نهایت با کتاب دوست کردنی تمامی من همین خلق مایه. من از مکتب مایم با المپیاد ولایتی 3 نفر خواننده ما اشتراک نمودند. من از طرف دولتمان من به این الهی رحمت میگویم که دستگاه سنسری یعنی این اخباراتی زمانوی آخری زمان را که نمایش میدهد و ما استفاده میبریم و از همین دستگاه هم ما استفاده برده استادیم. تا حالا در ولایت سیردریا نیز 6 تا مکتب با زبان تاجیکی عرض وجود می نماید که در آن 1154 نفر نورسان از 170 نفر آموزگاران دانش می آموزند. آموزگاران جوانان را در روح مهنت دوستی و تنپروری، آداب و اخلاق خمیده تعلیم و تربیت می دهند.